ادامه گفتارهای رادیوی تاجیکستان. آزادگان باز دری خود را برای شما می‌گشاید. باز از خودشناسی و خودآگاهی، از شعر و شاعری، از سرود و ترانه‌های دلبری صحبت می‌کند. آزادگان به شما راز می‌گوید، نیاز می‌آورد و شما را به خود هم صدای و هم نوا می‌نماید. باید بگوییم که این سفر هم آزادگان از 6 فصل عبارت است. از 6 عالم راز، از 6 دنیای صوت و نوا، از 6 گفت و گذار، از 6 لحظه های دلاویز. فصل اول، خورشید در آینه تاریخ. خدمت‌های ارزنده و پاینده استاد صدرالدین عینی برای خودآگاهی ملت تاجیک. فصل دوم، ای آبشار. آب و آبادانی و تصویر آب‌های روان در اشعار شاعران. فصل سوم، از نی کیلک. زندگی نامه شاعر معروف سیدای نصفی و سخنی چند درباره یک غزل او که از جانب خونیاگران با چند آهنگ سراییده شده. فصل چهارم، اندرزنامه لیف تالستوی. تهیه‌گر جاوید علی. فصل پنجم، سخنرانی مسلمان دختری در دانشگاه هاروارد، مریم جلاول. در تهیه روزنامه‌نگار محمد عمر نور محمد. فصل ششم، ترانه‌های دلانگیز. سخن چند درباره رباعیات شاعر بابا حاجی. خورشید در آینه تاریخ. او خورشید صفت به ادبیات آمد، با قلم برا و ذوق بی‌مثل به شعر و شاعری و نویسندگی رو آورد. استاد صدرالدین عینی در دوره تقدیرساز خورشید تابانی بود و دل تاریکی را میشکفت. او چون تاجیکی اصیل و خودآگاه بر حمایه این ملت از جبر تاریخ خسته شده برخاست و گفت: هر شخصی که درست فکر می کند می داند که وطن مادری اوست، وطن شرف و ناموس اوست. او میان بست، چنگ و خاک تاریخ را از روی کلمه تاجیک دور کرد. با ناتوان بینان و شخصانی که می گفتند چنین ملت در تاریخ نیست عصیان برداشت، اثبات کرد. در مدت حیات خود من کتاب‌های زیادی نوشتم و همه آنها به یک موضوع بخشیده شده از یک مواد فراهم آمدند. همه این کتاب‌ها درباره تاجیکان و تاجیکستان، درباره فرزندان آن سرزمین می باشد که در قرن هشتم ایره ما به خود نام تاجیک را گرفت می نگارد. خود کتاب نمونه ادبیات تاجیک سپر بود، اثبات فکر و اندیشه های رد نشونده او بود. او تاجیک خودآگاه و خودشناس بود و ماند. برای ملت خود جان فدا و دلسوز که بود، با قلم و با اثرهای بیزوالش به همگان گفت: ای ستم دیدگان، ای اسیران، وقتی آزادی ما رسید، مژدگانی دهید ای فقیران، در جهان صبحی شادی دمید. روزی دست حریفان باده در ساغر کنید، روزی دست حریفان باده در ساغر کنید. مهنتی سیر و زبان یک جام دور از سر کنید، مهنتی سیر و زبان یک جام دور از سر کنید. با نوای چنگ و تنبو رود و تار مای دف، نام ننگ و علم و عقلی زهر را از سر کنید.
ما را رام شد در نرم چشمی آن غزال. این غزل از گفته عینی به پیشش سر کنید. این غزل از گفته عینی به پیشش سر کنید. او شب و روز تلاش داشت، زحمت میکشید، قلمکش حقیقت را افشا میکرد، نام تاجیک را از نو زنده مینمود. به گفت شاعر معروف بازار صابر، عمر عینی از برای خلق صرفی خامه شد، خلق ما را دفتری عینی شهادت نامه شد. سرزمینی ما خود از آثار او سر می شود، این زمین با او به دنیای برابر می شود. خلق همچون پیکره و پیکره چون خلق خیست. کوه خارا پیکره در هیکل بیدار شد، روی او بر سوی ما و روی ما بر سوی اوست. خلق در تمثال عینی خلق منبردار شد. هیکلی او را به حکم هیکلی فرهنگ بین، ننگ را در سنگ بین و سنگ را در ننگ بین. هر کی او را دید اگر فردوسی نادیده دید، بار رستم را هنوز از رخش ناافتیده دید. عمر عینی از برای خلق صرفی خامه شد، خلق ما را دفتری عینی شهادت نامه شد. سرزمینی ما خود از آثار او سر می شود، این زمین با او به دنیای برابر می شود. تا به عینی گرچه دریای سخن شاداب بود، تا به او در زندگی پیراهی نایاب بود. مثل آن روزی که آن را می توان در یاد داشت، در لبی وخش و زرفشان مردم بی آب بود. این حقیقت می کند چشمی مرا هر بار تر، کس نبود در 5 رود از رودکی گمنام تر. در فرنگ از عهد سامان گر اثر می کافتند، در بخارا توده دزدان زر می کافتند. تا به عینی شاعران تنها به تنها خواندند، او سرود انقلابی خلق را با خلق خواند. تا به او از شاعران دیوان و دفتر مانده است، او به ما دیوان و دفتر هم وطن هم خلق ماند. تاجیکان را از زمین چون دانه ها دریافت او، چون کتابی کهنه از ویرانه ها دریافت او. تاجیکستان گرنه هر یک تاجیک آثاری اوست، خاطری بیداری مردم خاطری بیداری اوست. گرچه طبعی رودکی شعر زکی ایجاد کرد، آفرین بر طبع عینی رودکی ایجاد کرد. گر به دنیا رفت سینا چون طبیبی علت، کرد او را همتی عینی طبیبی ملت. گر زبان شاعران را قوم ها بگشادند، او به شعر خود زبان قوم را بگشاده است. مردم گر داده عالم را کسی فرزانه، عالمی را عینی فرزانه مردم داده است. شکر این مردی که روی خاره های کوهسار، در زمین هم قامتی دور و زمان ایستاده است. همچو پیری تاجیکان با هیئتی پیرانش، در مدار تاجیکستان جوان ایستاده است. بعد از این با زندگانی زندگانی می کند، نشکند سنگ حوادث سنگ های هیکلش. وقت اگر وقتی کند از روی او قطع نظر، پیش پایی می خورد در سنگ پای هیکلش.
آن مرد فرزانه و عاقل و دانا به بخت ملت ما در دل تاریخ درخشید، نور افکند و ملت ما را به همگان با دلیل و اثبات‌های رد نشونده شناساند. آن دشمنان و بدخواهان چون کورشپرک ها از نور گریخته به کنج جایگزین شدند. استاد صدرالدین عینی را خداوند برای ملت ما همچون مرد فاضل، خودشناس و فرزانه نصیب گردانیده بود. در دورانی که بلی را بلا می نوشتند و زندگی کجدار و مریض داشتند، نه همه فرد طاقت مبارزه را داشت، نه هر شخص ایستادگری کرده می توانست. برای همه این تاب و توان قوی و دل بزرگ باید داشت. دیگران که او همیشه در همه کار اولین بود. چیزانی که عالم توانا و صاحب دل عبدالنبی ستارزاده در مقاله‌اش جایگاه استاد عینی در جامعه تاجیک می آورد. استاد عینی در اکثر مطلقی ساحه هایی که زمان و جامعه کارها را بر دوشش گذاشته بودند آغازگر و نخستین بود.
مؤلف نخستین شعر نوی تاجیکی марши ҳуррият соли 1918 که ادبیات معاصر تاجیکی با آن شروع می‌گردد. مؤلف نخستین حکایه پاوستو رامانی ریالیستی تاجیکی از قبیل پاوستی آدینه سال 1924، رامانی داخونده سال 1927 و 29 و غیره. مؤلف نخستین کتاب‌های تعلیمی مثل تهذیب اوس صبیان سال 1909، ترتیل القرآن سال 1909 و ضروریات دینیه سال 1927. مؤلف نخستین الفبا برای مکتب‌های تاجیکی اصول نو با همکاری میرزا عبدالواحدی منظیم. مؤسس نخستین مکتب اصول نو به زبان تاجیکی. مؤلف نخستین تحقیقات علمی معاصر مانند نمونه ادبیات تاجیک سال 1928، استاد رودکی سال 1940، درباره فردوسی و شاهنامه سال 1934، شیخ الرئیس ابو علی سینا سال 1939، شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی سال 1941، کمال خوجندی سال 1940، علی شیر نوایی سال 1948، واصفی و خلاصه های بدائع الوقائع سال 1946، میرزا عبدالقادر بیدین سال 1954 که هر یکی از این اثرها بی محابا زمینه‌ای با اعتماد تشکل شاخه های رودکی شناسی، فردوسی شناسی، سینا شناسی، سعدی شناسی، کمال شناسی، نوایی شناسی، واصفی شناسی و بیدیل شناسی در تاجیکستان و در قلمرو زبان فارسی تاجیکی گردیدند. مؤلف نخستین اثر کلان حجم ترجمه حالی در ادبیات معاصر تاجیک یادداشت‌ها که در ذات خود بی‌نظیر است. مؤلف نخستین تاریخ نامه ها در تاریخ شناسی تاجیک مانند تاریخ انقلاب فکری در بخارا سال 1918، تاریخ امیران منقیطیه بخارا سال 1920 و 23، متریال ها آید به تاریخ انقلاب بخارا سال 1926 و غیره. مؤلف نخستین فرهنگ تفسیری معاصر لغت نیم تفصیلی تاجیکی برای زبان ادبی تاجیک سال 1938. نخستین پرزیدنت اکادمی علم‌های تاجیکستان سال 1951 و نهایت نخستین قهرمان تاجیکستان سال 1997. لازم به تأکید است که استاد عینی در تنهایی طوری که یکی از شاگردان او غنی عبدالله در خاطراتش درست به مشاهده گرفته است، کار ده‌ها نویسنده، ده‌ها ادبیات شناس و زبان شناس، ده‌ها مؤرخ و منقد را ادا کردند. زندگی در چندین عصرها یگان فرزندان فرزانه و عالمگیر را به وجود می آورد. خوشبختانه استاد صدرالدین عینی در همان دوره تقدیر ساز و بسیار حساس به بخت ملت ما قامت کشید، چون مجسمه بزرگ برای حمایه زبان و ملت تاجیک استاده، چون خورشید به دل و دیده خلق ما نور پاشید. حق بر جانب استاد بازار صابر است که گفته تا به او از شاعران دیوان و دفتر مانده است، او به ما دیوان و دفتر هم وطن هم خلق ماند. یادگاری عینی و این کوهساران زنده باد، یادگاری عینی و این کوهساران زنده باد، شعر ترسون زاده و این آبشاران زنده باد، شعر ترسون زاده و این آبشاران زنده باد. غنچه های پخته می خندد ز خندا خندشان، خنده های دختران در پختزاران زنده باد،
خنده های دختران در پختزاران زنده باد. مادران تا حال می پایند راهی اسکران، مادران تا حال می پایند راهی اسکران. آخرین امید این امیدواران زنده باد. آخرین امید این امیدواران زنده باد. در شاخساران زنده باد. لاله های مرغکان در شاخساران زنده باد. یادگاری عینی رو این کوهساران زنده باد. شعری ترسن زاده و این آبشاران زنده باد. ای آبشار، ای آبهای روان، ای رود و دریاهای غزلخوان، ای چشمه های جوشان، شما را می ستاییم، شما را می سراییم، شما را چون معجزه خداوندی می پرستیم. ای آبشاران، شمایید که کشوری در دامن خورشید، سرسبز و شکوفا، پاکیزه و دلربا. شمایید که دشت و دمن، کوه و برزن، همه گلزار و سبز پوش. از شرافت شماست که پرندگان در ساحلی شما چه چه میزنند، نول به آب میزنند و سر به سما کرده شکر میگویند. ای آبشاران، بهترین آوا، بهترین موسیقی را ما از شما دریافتیم، از شما گرفتیم. شاعران و خونیاگران و نگارندگان همه در هوای موسیقی شما خود را شناخته، زیبا پرست و شکوفته رو گردیده. شرشره موی یار را در زیبایی آبشار دریافته، کاکلان باران را در ریختن آبها دیده، در آینه بیغبار کولها خود را پیدا کرده یافته انسانهای شاعر طبع. در چشمه ها چشمه جوشان زندگی را شناخته. ای آبشار و آبهای روان، شما را می ستاییم، شما را ترنم می کنیم. در طبیعت همه چیز خوب است، ولی آب زیبایی طبیعت است میگویند. زیبایی و زینت طبیعت شمایید، سرسبزی و گلگل شکوفایی زمین مادر شمایید. ای آبهای روان، ای آبشاران، صدای شما، آوای شما، صاف و بیغش بودن نوای شما به جسم و جان راحت بخشد، دل و دیده را سیراب سازد. شما آینه طبیعت می باشید، شما جان و روح زمینید. ای آبهای روان و غزلخوان، مرا تنها نشستن خوشتر آید، کنار آب جوی کوه ساران. دریای کوهی کاکلانت باد میرفت، آبی دریا با هزاران ناله و فریاد میرفت.
هزاران شکوه از پیشی نظر همچو موج بیقراری رود بیستاد میرفت همچو موج بیقراری رود بیستاد میرفت لبلبی دریا چو دریا میگذشتی یا چون لبلبی دریا چو دریا میگذشتی یا چون کردم ناکرده هایم یک به یک از یاد میرم کردم ناکرده هایم یک به یک از یاد میرم چشمم از دنبال تو آینه داری راه جانی من چو سید مجروح سوی سیاد میرفت آخرین امیدی من میرفت همراهت زمن گویا محمودی واحد جانی بی بغداد میرفت گویا محمودی واحد جانی بی بغداد میرفت در لبی دریای کوهی کاکلانت باد میرفت آبی دریا با هزاران ناله و فریاد میرفت ناله و فریاد میرفت ای آبشاران شما را کوه‌ها به نوا آرند شما را کوه‌ها به آوا درآرند زبان بخشند زبان گویای کوه‌ها شمایید شما توانید دلها را شاداب سازید و به زمزمه آرید شاعران نیکدل و زیباپرست ما شما را مدح و ستایش کرده دریادلی خویش را افشا نموده در آهنگ شما خویش را دریافته شناخته شاعر معروف و صاحب مقام مومن قناعت بخشیده به آبشار شعری دارد که گواه این گفته هاست او سرایید ای آبشار آینه بی غبار من یار زمان کودکی بیقرار من از روزهای رفته توی یادگار من آهنگهای کهنه را تکرار می کنی
یاد به خواب رفته را بیدار می کنی، راز مرا به لفظ خود اظهار می کنی. داری به یاد لحظه آن خوب منظری کامد به آب صبحدم آن کرته پرپری، پای برهنه روی گل آن چوجه پری، موی سیاه بر قد مفزون چون آبشار، چشمی چو چشمه صفا روی چو نوبهار، قدی به مثل شرشره لرزان بی غبار. گلخنده می کرد و گل در آب می فکند، طفلی به آب گوهری نایاب می فکند، سوزی به جان بچه بیتاب می فکند. می رفت و رنگ و رونق گلزار می شکست، می آمد و از آمدش خمار می شکست، لب تشنگی تشنه دیدار می شکست. آن دختره کی بود مرا؟ بلکه خواهرم، یا در بهار نورسی او بود دلبرم، یا چون کبوتری سفید او بود همپرم. هر کس کی بود او مرا از جان عزیز بود، جانم ز جام شربت او ریز ریز بود. روزی که چون دو ساحل دریا جدا شدیم، دریا صدا نموده و ما بی صدا شدیم، در تارهای شرشره هر دو نوا شدیم. آن لحظه های بی بدل گویا به خواب رفت، عمری عزیز بچگی مانند آب رفت. چون کبک رو فرامد و لیکن شتاب رفت. ای آبشار باز بیا در کنار من، بنواز آن ترانه را چون یادگار من، باری نمای صورتی آن نوبهار من. فرزانه فرزندی دیگر استاد لایق شیرعلی که خود طبع دریایی داشت، بیشتر وصف آب و دریا و چشمه ساران را کرده، خیش را در دل دریا و در لب چشمه آب و تاب داده، با آب خیش را هم نوای و هم صدا دیده. در آمیزم دیگر با قصه و افسانه دریا، که باشم با پری ماهی شبی در خانه دریا. پری عشق من مثل پری ماهی به دریا رفت، بجویم سینه دریا دل دردانه دریا. چو مد و جزر غلطانش، چو اوج موج رقصانش، فتم مستانه در پیچ و خم مستانه دریا. بگیرم یال آبیش، زنم مهمیز کودکوار، سوار کوه موج و سوار شانه دریا. ز مستی حلقه حلقه بگسلم زنجیر امواجش، که از من یاد آرد خلقتی رندانه دریا. زنم آخر به دریا این دل طغیان پسندم را، که باشد زنده در طغیان جاویدانه دریا. بسا رفته به دریا شاعر و دیوان اشعارش، که 100 دیوان غزل دارد دل دیوانه دریا. من عاشقی دریاستم، من عاشقی دریاستم، پر شور و پر سوداستم، پر شور و پر سوداستم، تا نبدی دنیا
دنیا مراست دنیاستم دنیاستم تا نوبتی دنیا مراست دنیاستم دنیاستم گاه سیاه مستی کنم تا شکر این هستی کنم گاه سیاه مستی کنم تا شکر این هستی کنم در قله طبعی بلند ایوای اگر پستی کنم در قله طبعی بلند ایوای اگر پستی کنم من عاشقی دریاستم پر شور و پر سوداستم تا نوبتی دنیا مراست دنیاستم تا نوبتی دنیا مراست دنیاستم من لایقی نامی خودم فرزندی ایامی خودم من لایقی نامی خودم فرزندی ایامی خودم با حسنی آغاز یکی بود من حسنی انجامی خودم با حسنی آغاز یکی بود من حسنی انجامی خودم من عاشقی دریاستم پر شور و پر سوداستم تا نوبتی دنیا مراست دنیاستم تا نوبتی دنیا مراست دنیاستم از 4 عنصر از همه بیش درباره آبها سخن بسیار است. آب وصف شده، آب ستایش گردیده. آخر خود انسان هم آبی است، با آب نیرو یافته، با آب هست شده. ای آبهای روان، ای آبشاران و آبهای صاف و نوشیدنی، شادیم که شما در دیار آفتابی و کوهسار ما مکان دارید. کشور ما از همین جهت نظرگیر است. در مد نگاه عالمیان قرار داشتنش این همه با شرافت شما، ای رودها، دریاها، ای آبشاران و چشمه های باصفا. تاجیکستان مملکتی کوهسار، دارای پیریخ‌های بزرگ، دریاهای پرتوقیان، کولهای زیبا، ذخیره‌های آب شیرین و همچنین معجزه‌ای در عالم مشهور طبیعت کول سرریز می باشد. گفته بها دادنی عالمان و دانشمندان بی سبب نیست. پس شما را می ستاییم ای آبهای روان و راحت جان. ای آبشار
دختری گریانی کوسار، دختری گریانی کوسار، ای آبشار، ای آبشار. عاشقت مرده است مگر فریاد میکنی، باید پریش و قامتت لرزان و خم زده، زاغازی چشمهات مگر یاد میکنی، ای آبشار، ای آبشار، دختری گریانی کوهسار، دختری گریانی کوهسار، ای آبشار، ای آبشار. یا کوه رازی دردی خود آگاه میکنی، یا اشکی کوه را به دلی خاک میبری، گم کرده های خیش را میجویی مثل ما، یا از گذشتی زندگی افسوس میخوری، ای آبشار، ای آبشار، دختری گریانی کوهسار، دختری گریانی کوهسار، ای آبشار، ای آبشار، ای آبشار، ای آبشار. از نی کیلک. از نی کیلک شاعری توانا میر عابد سیدای نصفی آهنگی عشق روید. او در شعر و شاعری و مخصوصا در غزل سرایی خویش را در نوای دیگر در سبک تازه نشان داده توانست. سیدای نصفی شاعری حقگو و حقجو بود و درد را، زندگی عادی و فقیرانه خود را در عالم زیبایی دریافته بود. زندگی نامه او خیلی دیر از جانب ادبیات شناسان آموخته و بررسی گردید. اولین بار او را استاد صدرالدین عینی در کتابش نمونه ادبیات تاجیک معرفی نموده است. خیلی مختصر و گفته که زندگی نامه‌اش پر آموخته نشده است، ولی چند مخمس و غزلی که او آورده است به تازه‌گویی و والاگوهری زود دقت محققان را به خود جلب می کند. عالم نکته‌دان و ذکی‌طبع عبدالغنی میرزایف به این کار کمری همت بسته از پی جستجو می شود. اولا دیوان شاعر را آماده می کند و پس کتاب با نام سیدا و مقام او در تاریخ ادبیات تاجیک روی چاپ می آید. عالم توانا با این کتابش افشا می کند که سیدا در شعر و شاعری چه مقامی داشته و مخصوصا در غزلگویی و مخمس سرایی دادی سخنوری را داده.
دیگران که غزلهای شاعر زمینی و گاهی شرحی حالی بوده، بیشتر بر رسم و آیین و عشق حقیقی انسانهای عادی رو آورده است. آبراز آفری و لباس تازه در صنعت سخن او را به نظرها به طرز دیگر جلا می دهد. از غزلهایش می توان زندگی سخت و فقیرانه و پر از درد او را خواند پیدا کرد. اما طبع سخن آفری و شاعری او خداداد بوده، در شعرگویی صنعت بلندی خیش را افشا کرده است. سیدای نصفی شاعر معروف عصر 17 بوده. سال تولدش نامعلوم. سال زندگی را پدرود گفتنش سال 1707 را تخمین کردند. او شاعری که از بین اهل هنر خلق ظهور نموده، در شاعری مقام شایسته یافته است. برابر غزلیات و مخمسهای بلندش او باز بهاریات و مثنویات نوشته که خیلی معلوم و مشهورند. اکنون می آییم تا یک غزلی او را بررسی نماییم. همون غزل مشهور او که با ردیف آمدی رفتی از جانب خونیاگر ناتکرار بوی محمد نیازوف بر رشته آهن کشیده با لحن شیرین سراییده شده است. به سوی کلبه‌ام ای نازنین دوش آمدی رفتی، ز احوالم نپرسیدی و خاموش آمدی رفتی. بسوی کلبم ای نازنین دوش آمدی رفتی، بسوی کلبم ای نازنین دوش آمدی رفتی، زی احوالم نپرسیدی و خاموش آمدی رفتی، زی احوالم نپرسیدی و خاموش آمدی رفتی، سخن نگفته بنشستی خرابت من کبابت من، سخن نگفته بنشستی خرابت من کبابت من، ز جام حسن می نوشی ده بیهوش آمدی رفتی، ز جام حسن می نوشی ده بیهوش آمدی رفتی، چو بلبل ناله زاری من ای بیره نشنیدی، برنگی غلچه گل کل و در گوش آمدی رفتی، سرت گردم کجا آموختی دردمندی را، گریبان چاو خوبی پروا کلاه پوش آمدی رفتی، گریبان چاو خوبی پروا کلاه پوش آمدی رفتی، مثل شد سر و همچون سگ گدا بردی سر و پایی، به سیری بوستان تا جا مبردوش آمدی رفتی، به سیری بوستان تا جا مبردوش آمدی رفتی. غزل روان و آهنگناک و دلاویز. دیگران که آری از سخنهای پیچیده و پردبدبه. خود غزل آهنگ دارد،
صوتی ازلی دارد. همین صوت به خونیاگری حساس و نکته‌سنج بای محمد نیازوف نیهان نمانده است. او هم آرام و صمیمی غزل را در جامعه آهنگ طبیعیش سراییده است. آهنگ عباره و یا ردیف غزل آمدی رفتی بسیار نازک احساس می شود. آهنگ آمدن و رفتن یار را، آن دلبری بیقرار و گلرو را ما می بینیم، درک می کنیم. و صدای خونیاگر با لرزش و شیرینیش این حالت را آشکار می کند. استاد صنعت بای محمد نیازوف سخنسنج بوده، آهنگ را از معنی شعر یا غزل می یافت. این سرود خیلی معلوم و مشهور شد در سرایش او در این طرز آهنگ بستنی خونیاگر. بیشتری سرایندگان در عید و ایام و محفل‌ها این سرود را می سراییدند و از دل و جان این غزل و آهنگ را می پسندیدند. خلق هم به این غزل صمیمی و زمینی دل بسته بود و حالا هم آن سرود از یادها نرفته است. در اصل آهنگ درخور شعر و پرنفاست غزل را پر و بال بخشد، عزیز دلها سازد. این سرود چنین مقام را داشت و دارد. پیروان و دلباختگان هنر خونیاگر معروف بای محمد نیازوف خیلی زیاد بودند و حالا هم هستند. وقتی که این سرود در خزینه رادیو وارد شد، با طلب و درخواست هوادارانش پیوسته صدا می‌داد. حتی چند نفر عیناً با همین آهنگ این سرود را ثبت نمودند. یکی از آنها گدابای عبداللهیف بود. او سرود را از دل و جان خواند، اما به آن نازکی و سخن درکنی و استاد صنعت بای محمد نیازوف نرسید. بسوی کول با ام اینا زنین دوش آمدی رفتی، بسوی کول با ام اینا زنین دوش آمدی رفتی، زی احوالم نپرسیدی و خاموش آمدی رفتی، زی احوالم نپرسیدی و خاموش آمدی رفتی. سخن نگفت بنشستی خرابت من کبابت من، سخن نگفت بنشستی خرابت من کبابت من، زی جامی حسن می نوشیده بیهوش آمدی رفتی، زی جامی حسن می نوشیده بیهوش آمدی رفتی. چو بلبل ناله زاری منی بیرحم نشنیدی، برنگی غنچه گل کن به درگوش آمدی رفتی، سرت گردم کجا مختی این دردمندی را، گریبان چاو کوبی پروا کنه کش آمدی رفتی، گریبان چاو کوبی پروا کنه کش آمدی رفتی.
مثل شد سر و همچون سر یه دابر بی سر و پایی به سیر بوستان تا جا ما بردوش آمدی رفتی به سیر بوستان تا جا ما بردوش آمدی رفتی. بانوی هنر قمری قادر و نیز این غزل را در آهنگ دیگر سرایید به طرز و اسلوبی خاص خود، لیک با آهنگ استاد صنعت برابر شدن نشاید. ولی این غزل در زبان و دل همگان مسکن یافت، معلوم و مشهور گشت. نام شاعری اصیل و تازه نگاه سیدای نصفی در زبانهای و خیالها گرد می گشت. سیدای نصفی شاعری است که سخن را بهر سیم و زر نگفته، بلکه دل لبریز از عشقش و استعداد فطریش او را وادار کرده که شعر گوید، با خواست دل سرآید، راز گوید و در رشته نظم با صنعت بلند به تدبیر خود او از خامه ریخت معنی پرزو سیدا، این شیر تند خو ز نیستان برآمده.
چشمی ما بیا دل ما گر نمی آیی به چشمی ما بیا از محیط اندیشه داری هر لبی دریا بیا از محیط اندیشه داری هر لبی دریا بیا همچون پیر بی نسیمی پیرهن از دامنی صحرا بیا بی نسیمی پیرهن از دامنی صحرا بیا اندرزنامه نویسنده بزرگ روس لیو تالستوی در سن 22 سالگی برای خود قانون و قاعده های حیاتی ترتیب می دهد و یک عمر آن را اجرا می کند. این دستورهای تشکیل دهنده اراده، فعالمندی،
خاطره و قابلیت عقلانی می تواند به ما و شما نیز فایده رساند. به هر گونه مشقت جسمانی تا بیار، بکوش عذاب کشیدنت را دیگران ندانند. هر روز در زبانی که ضعیفتر میدانی شعر از یاد بکن. ملکی که در دست داری از 1 حصه‌اش را احسان نما. 10 برابر بای شده روی هم طرز زندگیت را تغییر نده. به هر چیز همه جانبه نظر بیفکن، هم نفع او هم ضررش را ببین. هر صبح نقشه روز ترتیب بده و آن را حتما اجرا بکن. برای شهرت خراجات مکن. با کاری که یک خودت به سامان رسانیده میتوانی یاور مطلب. شخصی نزدیکت را مثل خودت دوست دار. 2 نفر نزدیکت را باشد از خودت هم بیشتر دوست دار. تا علاج داری کم بخواب. چیزی زیادتیت را برای خودت نه، برای جمعیت استفاده ببر. برای نیکی کردن امکان ده. نظر و سیم و نلال و نگوهر خواهد ماند. نظر و سیم و نلال و نگوهر خواهد ماند. در بساط تو همین گردی سفر خواهد ماند. در بساط تو همین گردی سفر خواهد ماند. زین گلستان که برند بینی آن مغروری. زین گلستان که برند بینی آن مغروری. مشت خاک بر توی بادی سحر خواهد ماند. مشتی خاک بر توی بادی سحر خواهد ماند. عشق بالینی تو سازن پرستارانت. از تو هر چند 200 بالیش و پر خواهد ماند. از تو هر چند 200 بالیش و پر خواهد ماند. این جهان آینه و هستی ما نقش و نگار. نقش در آینه آخر چقدر خواهد ماند. نقش در آینه آخر چقدر خواهد ماند. نقشی پروازی به بالو پری کن سایید. کی در این بادیه نه بالو نه پر خواهد ماند. کی در این بادیه نه بالو نه پر خواهد ماند. نظر و سیم و نلال و نگوهر خواهد ماند. در بساط تو همین
گردی سفر خواهد ماند. در بساطی تو همین گردی سفر خواهد ماند. نه زر و سیم و نه لعل و نه گوهر خواهد ماند. خوب باش و کوشش کن تا خوب بودنی تو را کسی نداند. همه را یک نوع دوست بدار. از این محبت خودت نیز در کنار نمان. برای محبت خلق از احساسهای خورد دست بکش. چقدر شرایط بد باشد حرکت را از همون اندازه زیادتر بکن. به چیزی که داری قناعت بنما. کاری را که سر کردی به آخر نرسانیده پرتافته نرو. این بود چند اندرز نویسنده مشهور روس تالستوی در تهیه جاوید علیف. نفس سرکش را مسخر عقل پر تدبیر کند. سکه شده وانه او را میتوان زنجیر کرد. نفس سرکش را مسخر عقل پر تدبیر کرد. سکه شده وانه او را میتوان زنجیر کرد. به مربی زیر گردم معتبر نتوان شده. به مربی زیر گردم معتبر نتوان شده. ماه نو را رفته رفته چرخ عالم گیر کرد. ماه نو را رفته رفته چرخ عالم گیر کرد. با بزرگانی جهان گستاخ بودن خوب نیست. با بزرگانی جهان گستاخ بودن خوب نیست. آخرین به عزتی بر تو کن تحصیل کرد. آخرین به عزتی بر تو کن تحصیل کرد. به ایبالت وان به بزمی تون خویان پانه ها. به ایبالت وان به بزمی تون خویان پانه ها. به محبت تکیه نتوان بردمی شمشیر کرد. به محبت تکیه نتوان بردمی شمشیر کرد.
مسواکی زاهد را نشان تیر کرد، نفس سرکش را مسخر عقل پر تدبیر کرد. سگ چو شده مانه او را میتوان زنجیر سخنرانی مسلمان دختری در دانشگاه هاروارد، مریم جلاؤل. دانشگاه هاروارد کلانترین و بانفوذترین دانشگاه عالم به حساب می رود. کتابخانه این دانشگاه نیز یکی از بزرگترین کتابخانه هاست که نام گری MDR را داشته تا به 5 قبت به زیر زمین ساخته شده است. و حالا سخنرانی یک دانشجو دختری مسلمانی را از دانشگاه هاروارد بشنوید که در این باره چی میگوید. خانمان و جنابان، یک به پایان نگرید. در زیر پای ما رفهای پر از کتاب جایگیر است. میلیون ها کتاب در رفها و در 5 قبت پایان در زیر زمین. در زیر زمین این حولی با شکوه کتابخانه به نام گری ویدنر که یکی از کتاب دوستدارترین انسانان به حساب می رفت جایگیر شده است. گری ویدنر سال 1912 به اروپا رفت تا هرچی بیشتر کتاب جمع آوری نماید. با جمع کردن کتاب های زیاد و نادر خیلی میخواست تیزتر به امریکا برگردد و برای بازگشت به کشتی تیتانیک نشست. ولی متاسفانه همراه اینقدر کتاب های زیاد و نادر او هم به هلاکت رسید. مادر او به خاطر فرزند عزیزش $2 میلیون را خیریه کرد و کتابخانه را با نام او اساس گذاشت. اما او زنی شکاک بود، از این را وصیت کرده که کتابخانه در همین شکلی که هست باید تا ابد در همین نماد نگاه داشته شود. او همه گونه ساختمان‌های علاوگی را در این کتابخانه منع کرده بود. یعنی کسی حقوق نداشت که نمود اصلی کتابخانه را دیگرگون کند. حتی یک خشت علاوگی ماندن ممکن نیست. خواهش و وصیت مادر ویدنر به جا آورده شد. اما با گذشت سالها بنا با سبب زیاد شدن نامگوی ادبیات و شماره کتاب‌ها لازم آمد که کتابخانه را وسیع نماید و این وسیع شوی از حساب به پایان به زیر زمین ساختن آن میسر شد. این عملی غیر عنعنوی وسیع کردن کتابخانه خیلی عجیب است. از وسیع شوی این کتابخانه به متناسباً با زیاد شوی کتاب‌ها به طرف بالا صورت می‌گرفت. شاید امروز بنای کتابخانه بلندترین عمارت در شهرک هاروارد به حساب می رفت. همین طور بزرگی کتابخانه از بیرون به چشم نمایان نیست، اما عالم بیرونه آن شخصانی را می بیند که آنها را این کتابخانه تربیت کرده است. چقدر شخصانی بزرگ از این دانشگاه برآمدند که به کامیابی های نظررس نائل شدند و نامشان را ابدی گردانیدند. من به حیث یک دانشجو در قطار هزاران دانشجویان دیگر باوری دارم که دانشگاه هاروارد به هر یکی ما امکانیتی به دست آوردن موفقیت ها و رسیدن به آرزوها، به منصب های ارزنده سزاوار شدن ها، برنده جایزه نوبلی، جایزه پولیتزر شدن ها را مهیا می سازد. ختم کنندگان این دانشگاه تا به مقام بلند شخصان اولین دولت ها می رسند که طول چندین 10 ساله ها سروران اکثر دولت ها از حساب ختم کردگان این بارگاه علمند. چون ما در بالای یکی از بزرگترین مجموعه کتاب ها نشسته ایم، ما باید در خاطر داشته باشیم که بالا روی نه همه وقت سمت عنعنوی نائل شدن به هدف و مقصد هاست. البته ما فکر میکنیم که رشد باطنی ما را جهانیان نمی بینند، ولی من در دوام 4 سال تحصیل در این بارگاه علم یک چیز را درک کردم که بالاروی و یا به منصب‌های بزرگ سزاوار شدن این موفقیت بزرگ انسانیت نبوده است. دنیا در اطراف ما رشد میکند و رو به ترقی دارد، اما در قطار این سوری و بی‌عدالتی، جنگ و جدال ها،
رفتارهای غیر انسانانه نیز ادامه دارد و حتی روز به روز می افزاید. یعنی ببینید آن همه دستاوردهای ما به موفقیت نایل نشدند. دنیا ما را از روی دستاوردهای بیرونه‌مان قضاوت می کند، ولی این دنیا امروز خودش به صلح محتاج است. هر یکی ما درباره بالاروی منصب فکر می کنیم که پس از سر ما و شما قدر و منزلتی ندارد. به آدمان سخنان خوب، نگاه گرم، شفقت و همدردی لازم است. همه این برای ما انسان ها وقتی به دنیا می آییم و در آن عمر به سر می بریم خیلی ضرور است. چنانه که شهرت این کتابخانه از بیرون آن نمایان نیست. بنای آن مثل دیگر بناها به بالا قد نکشیده است. ستون و دیوارهایش نقاشی نشده است، ولی تمام گنج در چقوری زیر زمین نهان است. این است که به همه شما پیشروی و رشد باطنی و روحی را آرزو می‌کنیم و البته تکمیل و گسترش روحی را نیز فراموش نباید کرد. بیا که زلفی کجو چشم سرمست اینجاست، نگاهی گرم و ادا ای دل را با اینجاست. یارم منم بیا که زلفی کجود، بیا که زلفی کجود چشم سر مسای اینجاست. نگاهی گرم
هاتی حسنی اگر میدی برای خدا بیا که زیبون ساو همچو من گدا اینجاست یارم منم ترانه‌های دلانگیز. دلی عاشق خروشد، به شور و شوق آید، نالد و سوزد و ترانه سراید. ترانه سرایی، ترانه خوانی کار دل لبریز از عشق است، سرشار از محبت است. همین است که دلی که فروزان از آتش مهر است، ناگاه ربایی گوید، ترانه ترنم کند.
ما با چند ربایی رام طبیعت و در باطن عاشق و آتشنیهات با بهاجی رو می آریم. همون شاعری که خیلی کم در بارش سخن رفته، در کنج سخن خود را دریافته. همان شاعری که با چند شعر و رباییش احساس می شد که سخن را با خون دل، با صنعت بلند و سخنوری بر رشته نظم کشیده. مخصوصاً رباعیاتش زاده الهام سرشار از عشق و از طبع خداداد شاعر است. او گفته: از عارض تو طبق طبق گل ریزد، از موی تو عطر و مشک و سنبول ریزد، گر بحر تکلم بکشایی تو دهان، اشک از چشمانی کبک و بلبل ریزد. رباعی آهنگناک، دلپذیر و صمیمی، زاده عشق و محبت، زاده دلی که با یک سوز، با یک آه شعر گوید، با سخن به جسمهای عاشقان جان بخشد. با بهاجی، با خاکساری، با شکست نفسی چنین سراید: شادی بنما دلا که یار آمده است، با حسن و جمال چون بهار آمده است، از پرده چشم چون به او پاینداز، از شهر بخار شهریار آمده است. شادی شاعر در باطن است، در دل است که آن را تنها سخن، شعری به اختیار به زبان آمده آشکار کند. در 4 مصرع لطف و محبت، شادی و خرم گردیدن دل را می‌بینیم. دلی که از زیبایی یار، از عشق یار پرده چشم را پایانداز کند. خود پایانداز نمودن پرده چشم دید شاعرانه است. میگویند که به شاعر بیت جوهردار کافی است. شینم لب چشمه یکی بر یاد رسید، بر یاد چومری رفته بر باد رسید. یک عمر اگر چی دوری از دیده منه، یک عمر به گوشی من چو فریاد رسید، یک عمر به گوشی من چو فریاد رسید. رفتی و کس دیگر مرا نیست حبیب، غیر از غم تو کس مرا نیست طبیب. دریای روانی و روانی و روانه، دیگر زی کنار تو مرا نیست نصیب، دیگر زی کنار تو مرا نیست نصیب. هرچند دلی من از برایت زار است، پیشی تو ولی خاموشیم ناچار است. خواهم به زبان بیارم عشقی تو ولی آتش به زبان گرفتنم دشوار است، آتش به زبان گرفتنم
بابا حاجی با شور و شوق و ولوله به عالم شعر و شاعری نآمده، بلکه همچون شاعری شکسته نفس و آرام، اما در شعر و شاعری مردی تام خود را افشا کرد. خود روبایی زیر گواه بران است که او در شعر و شاعری چی کسی است. دل زنده شود شنیده آواز تو را، بلبل به چمن مشق کند ساز تو را. تو هستی که هست صحنه ما آباد، تبریک و تشکر توی و استاد تو را. هر یک سخنی تو یک کتاب اشعار است، هر یک نگاهت مرهم جان زار است. کو آهنگ سازی که گیرد بر ادوار، هر خنده تو موسیقی تیار است.
با لحن خود با ذوق شاعری خیش به میدان ادبیات آمده. سخن دل خود را در میزان آهنگ و هر رنگ گفت. او را از همه بیش همچون شاعری هجو نگار و طنز سرا شناخته بودند. ولی برای ما او شاعری عاشق و پخته‌کار است و چنین در یادها در خیالها مانده. یک بار نمی پرسی که حالت چون است، خوابت چی طریق است و خیالت چون است. یک ساعت تنهایی که این خیل دراز، روز و شب و هفته ماه و سالت چون است. دل عاشق در دام سخن صمیمی و شاعرانه است. چشمی قاصد و دلی عاشق و دل را آرام نگذارد. دل سرایت ترانه های دلانگیز. من آن ابرم که می آیم ز دریا، روانم در بدر صحرا به صحرا. نشانی کیشت زاری نیکو کی بارانم سراپا. نشانی کیشت زاری تش نیکو کی بارانم سراپا. توفان در گریبانش نهفته است. منم آن ساحلی خاموشی سنگین که توفان در گریبانش نهفته است. من آن ابرم که می آیم ز دریا، روانم در بدر صحرا به صحرا.
نشانی کیست زار تشنه تو کی بارانم سراپا نشانی کیست زار تشنه تو کی بارانم سراپا غباری خیمه در عالم گریفته زمین و آسمان ماتم گریفته چی فصل است این که احمد بانگین چی شهر است این که خاکی غم گریفته چی فصل است این که احمد بانگین چی شهر است این که خاکی غم گریفته چی شهر است این که خاکی غم گریفته چی شهر است این که خاکی غم گریفته در آماده نمودن گفتار آزادزادگان اینها سهم گذاشتند: شهاب‌الدین حق نظر، فیروزه شریف، محمد جان شادی، محمد عمری نور محمد، طالب محمود. شاد و سربلند باشید.